بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالله مبینی از شهر زیبای مدینه منوره. دوستان ناظرین، فعلا یک از سرگاه مدینه منوره که میبینین خیلی سرسبز شده مدینه منوره. ما نزدیک مسجد قبای از زیر این پل که تر شیم دیگه هم باغای خرما طرف دست چپ ما هر طرف هم سرسبز فعلا مدینه منوره. سرسبزی خیلی زیاد شده دیگه. روز اول روزه شلوغی خیلی کمه، از طرف شب شلوغی کم بیشتر میشه. و هم که ببینید روبرو مسجد قبای هم باغای زیبای مسجد قبا که اکثر جاها تفریحی جور کرده برای حاجی ها. مسجد قبا رو کم برای شما زوم کنم از نزدیک ببینید. خیلی یک منظره زیبای ماشاءالله تبارک الله. آب و هوای مدینه هم خیلی سرد شده، خیلی آب و هوای زیبایی گرفته مدینه منوره. اول روزه هم هسته. خداوند ما توفیق بده که روزه رو پوره بگیریم. السلام علیکم و